باره بیشتر و بیشتر اون مواد رو استفاده کنیم. میدونیم ما یاد نگرفتیم که خلأ درونی ما با سیگار کشیدن، با رفیق بازی، با تماشای فیلم های چرت و پرت، مواد مخدر و گشتن دنبال شهوت و رابطه های جور و جور هیچ وقت پر نمیشه. ما همیشه احساس میکنیم نیاز داریم به یک موضوعی که حالمون رو خوب کنه و تبدیل شدیم به یک آدم نیازمند که داره در دنیای بیرون خودش چیزای عجیب و غریبی تجربه میکنه تا اون خلأ درونی خودش رو پر کنه و بلکه حالش خوب بشه، در صورتی که همه چیز درون ماست. ما به اشتباه داریم در دنیای بیرون خودمون دنبال حال خوب میگردیم. من یه روزی سردرگم بودم. چرا هیچ چیزی نمیتونه حال درونیمو خوب کنه؟ چرا تاثیر هر کاری بعد چند دقیقه میپره؟ داستان چیه؟ من چطور میتونم از درون احساس خوب و دائمی داشته باشم؟ تا اینکه این بیت از مولانا رو دیدم که میگفت چون که شادی از درون جوشد به صد آب و گل است، ورز بیرون میرسد باشد چو گلخند بوی گند. میگه اگه شادی از درون تو بجوشه خالص و پایداره، حتی اگه در شرایط سخت همراه با رنج، یعنی با آب و گل باشه. اما اگه شادی از بیرون و از عوامل مادی و زودگذر بیاد، مثل بوی بد حمام عمومی ناپسند و زننده است و در نهایت موقتی و ناپایدار از بین میره. حالا میدونی خلأ درونی ما چجوری پر میشه؟ با عشق الهی، ارتباط با خالق جهان هستی. خوب گوش کن رفیق جان. پل مقابل لذت‌های کاذب بیرونی که جز بدبختی و اعتیاد چیزی بهمون نمیدن. پل مستحکم مقابل اینها هیچ چیزی جز معنویت نیست رفیق من. چیزی که خیلی ازش دورن و در مورد این موضوع زیاد صحبت نمیشه. اما معنویت و عشق الهی هر نوع خلأ درونی زندگی رو پر میکنه، به طوری که نیازی به هیچ چیزی حس نمیکنیم. اگه یک کمی به دور و بر خودمون دقت کنیم، افرادی هستن که به هر طریقی با خدای خودشون در ارتباطن. با هر نوع عقیده و دین و مذهبی هیچ فرقی نمیکنه. وقتی نگاه میکنیم به این افراد، نهایت آرامش و حس خوب رو ازشون دریافت میکنیم، چون انرژی و فرکانسی بسیار بالایی دارن. و دقیقاً همین افراد گرفتار هیچ عادت بدی توی زندگیشون نمیشن، چون واقعیت اینه هر جای خالی توی زندگی با سیم کشی به سمت نور الهی پر میشه. حالا اسمشو هر چی که دوست دارید بذارید، خدا، کائنات، گاد، نیروی برتر، هر چی که دوست داری. اگه این عشق الهی توی زندگیتون نباشه، شما تا آخر عمر درگیر عادتهای مخربی هستین که روح و روان شما رو آزار میدن و دقیقاً عادتهای بد زندگی به خاطر همین مسئله است. پس اگه میخوای به پل مقابل عادتهای بد زندگیت بری، باید معنویتتو زیاد کنی. هیچ راه دیگه ای نداره. باید این سیم اتصالی تو ببری سمت خدا که دیگه قطعی نداره، دائمیه. اما اتصال ضعیف و به درد نخور میخوای، روی همون پل عادتهای بدت بمون و یادت باشه که این عادتهای بد سد زندگی تو هستن. خب میریم مورد دوم. محیط خودتون رو بهینه کنید. از آدمهای دور اطرافت گرفته تا هر وسیله یا لوازمی که اطرافت هست. باور کنید آدمهای اطراف شما زندگیتون رو شکل میدن. پس باید یک پاکسازی کامل داشته باشید. اگه احساس میکنید آدمهایی توی زندگیتون هستن که ناخودآگاه، یعنی خودشون قصدی ندارن، اما دارن رفتار و افکار اشتباهی وارد زندگی و ذهنتون میکنن، واقعیت اینه هر چقدر با این افراد دارید کیف میکنید و از معاشرت با اینها لذت میبرید، اینو بدونید که باز هم ذهن شما کارهای منفی با این افراد رو خوب و جالب میبینه، اما ذهنیت اونها، رفتار اونها در زندگی شما داره القا میشه، به طوری که خودتون متوجه نشدید. اگه یه کمی دقت کنید متوجه میشید که چقدر طرز صحبت کردنتون، رفتارتون و مسیر زندگیتون شبیه شده به افرادی که باهاشون صمیمیت زیادی دارید. پس هر گونه ارتباط دوستانه‌ای که میدونید اشتباهه و اما اثر عادت به اون رابطه توجهی بهش نکردید، سعی کنید این چنین رابطه هایی رو کم رنگ تر کنید. نمیگم قطع کامل، نه، نیازی نیست. فقط این نوع رابطه ها رو محدود و کمترش کنید که در نهایت برسه به یک سلام و احوال پرسی خیلی ساده. من زمانی که دایره اطرافیان خودم رو کمتر کردم و آدم هایی که مضر بودن، من از خودم و خدای خودم دور کرده بودن، جلوی پیشرفتم و دقت کن، جلوی پیشرفت رو گرفته بودن، رابطه رو به مرور زمان محدود کردم که رسید مثلا ماهی یک بار یک احوال پرسی خیلی ساده. از اونجا به بعد یا آدم‌های هدفمند و سالم از هر جهت وارد زندگیتون کنید یا تنها تر شید، در خفا و پیشرفت کنید. تموم شد رفت. حالا وقتی میگم محیط خودتون رو بهینه کنید، فقط مربوط به آدمای اطرافتون نمیشه، بلکه محتواهایی که دارید از طریق چشم دریافت میکنید هم خیلی مهمه.
بذار یه چیزی رو بهت بگم رفیق جان. گوشی‌های هوشمندی که امروز تو دست تک تک آدما از کوچیک و بزرگ هست، تأثیرش حتی از بمب اتم بیشتره. چرا؟ چون زمانی که وارد فضای مجازی میشیم دنیایی از اطلاعات و زندگی‌هایی رو می‌بینیم که هیچ کدومشون هیچ ارتباطی به ما ندارن، اما گشتن تو همین پلتفرما باعث میشن به مرور زمان افسرده بشیم، اهمال کار بشیم، کارهای مهم زندگیمون برامون مهم نیست، اونا رو دائما داریم عقب میندازیم و تنها چیزی که از اون حجم از اطلاعات به ما میرسه حسرتی هست که برامون ناامیدی و بی هدفی به وجود میاره. دقیقاً برنامه‌های امروزی طوری طراحی شدن که شما زمانی که واردشون میشی به خاطر حس کنجکاوی که به مغزتون میدن، بیرون اومدن و رها کردن اون ویدیوها زمان میبره. چون هر چقدر جلوتر میرید و اسکرول میکنید ویدیوهای جدیدتر و جالبتری بهتون پیشنهاد میده و خب ذهن شما همین سرگرم شدنهای متنوع رو خیلی دوست داره. همینقدر بدونیم اگه گوشی که توی دستمونه کنترل نکنیم و ناخودآگاه ساعت‌ها از وقتمون رو بذاریم برای گشتن توی فضای مجازی، باید قبول کنیم که مثل یک بچه کوچیک که با یه آب نبات گول میخوره، ما هم افتادیم تو تله‌ای که خبر داشتیم. این ویدیوهای مزخرف هیچی بهمون نمیدن. پس تصمیم بگیرید و تایم استفاده از گوشی رو محدود کنید. برنامه‌هایی که وقتتون رو الکی داره هدر میده پاک کنید. اگه کار دارید، درس دارید، گوشی رو از خودتون دور نگه دارید تا وسوسه کمتر بشه. مخصوصا قبل از خواب و بعد از بیدار شدن لطفاً سمت گوشی نرید. بله، ترک هر عادتی سخته، ولی زمانی که شروع کنی وسوسه ها تو از خودت دور کنی و به پیشنهادات ذهنت نبگی، به مرور زمان دیگه گوشی و محتوای داخلش هیچ اهمیتی برات ندارن، شک نکن. خب بریم سراغ مورد سوم. به خودت باور داشته باش. خواهش میکنم خودتو دست کم نگیر. خواهش میکنم خودتو ضعیف نبین. خواهش میکنم نگو نمیشه، نمیتونم. یاد بگیریم از همین امروز خودمون رو با ارزش و قوی ببینیم. کسی که قادر به انجام دادن هر کاری هست. یاد بگیریم خودمون رو نکوبیم. ما از هیچ کس هیچ چیزی کم نداریم. هر کی به هر جایگاهی رسیده ما هم میتونیم برسیم. مگه چه فرقی بین ما هست؟ بدون فرق بین ما و kasani که در رویاهای ما دارن زندگی میکنن یه چیزه. اونا به خودشون باور داشتن. Merhaba, 1000 TL mi yoksa gizemli kutu mu? Heyecanlı her zaman sevmişimdir, o yüzden gizemli kutu diyeceğim. O zaman زندگی میکنن یه چیزه. اونا به خودشون باور داشتن و تلاش کردن. همین. هیچ معجزه‌ای دیگه نیست. گفتم بهتون نیروی برتری وجود داره که از همه به طور مساوی داره محافظت میکنه و بر حسب تلاش و باور هر شخصی بهش بها میده. و دقیقاً مولانا به همین موضوع توی شعرش اشاره کرده که میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یعنی چی؟ یعنی هر عملی که انجام میدیم بازتابش رو در زندگی خودمون خواهی دید. اگه تلاش کنیم نتیجهش رو میبینیم، اگه کوتاهی کنیم باز هم نتیجهش به خودمون برمیگرده. من بعد از یه مدتی به نتیجه رسیدم که زندگیمو واقعاً دگرگون کرد. به خیلی از چیزایی که فکرشو نمی‌کردم سریعتر رسیدم. اونم زمانی بود که شروع کردم به خوندن کتاب قانون 10 برابر. از اونجا به بعد بود که متوجه شدم وقت هست، اما غر زدن‌های ما اجازه نمیده بیشتر تمرکز کنیم، بیشتر کار کنیم. در صورتی که اگه یکم از بهونه‌هامون کم کنیم و یکم از تنبلیمون، میتونیم حداقل 10 برابر کارایی داشته باشیم و نتایج بهتر بیاریم تو زندگیمون. اما باز هم در ابتدا باور شماست که مسیر رو براتون هموار میکنه. باور کنید و بپذیرید این درست نیست که به خودمون بگیم من نمیتونم. همیشه و همیشه بیاد داشته باش من نمیتونم و نمیشه درست نیست. هنوز یاد نگرفتم درسته و تو همیشه فرصت داری هر چیزی رو که میخوای یاد بگیری. اگه کسی تونسته پس تو هم میتونی. تنها تفاوت فقط همین ادامه دادن و باور قلبی خودمونه. هیچ کس در ابتدا قوی و بی‌نقص نبوده. هر قهرمانی یه روز از صفر شروع کرده و تسلیم نشده. و اینو بدون بزرگترین محدودیت توی ذهن توه. اگه این باور و ذهنیت رو تغییر بدی تمام دنیا تغییر میکنه، شک نکن. و در آخر هر کاری میکنی، هر چقدر که تلاش میکنی، هر هدفی که داری، صد خودت رو بذار، اما هرس نخور. استرس وارد زندگیتون و وجود خودتون نکنید. در کنار تلاشت همه چی رو رها کن و نتیجه رو بسپار به خدایی که خودش کاملا بهتر میدونه چی برای ما بهتره. و مطمئن باش هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه. آینده‌ای که میخوای منتظر توی رفیق. تنها کاری که باید انجام بدی اینه که حرکت رو آغاز کنی و اگه دوست داشتی
این پادکست رو دوباره گوش کن. مطمئن باش اگه بهش خوب دقت کنی و باور کنی نه تنها بهت امید و انگیزه میده، بلکه همین نکات ساده کاملا زندگی تو تغییر میده رفیق. اگه تا اینجا با ما بودی و برات موثر بود، حتما یه قلب برامون کامنت کن تا شما دوستان هدفمندمون رو بیشتر بشناسیم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی.